سلام، خوبید؟ کمی وقت نشد، روز سوم و چهارم با هم میفته. خب بذار بیا این ورتر، حالا بهتر شد. بعد کجا رسیدیم؟ دیروز که جمعه بود، امروز شنبه است. قرار شد دیروز یه لیست از کارهایی که میخوام این هفته انجام بدم تهیه کنم و این هفته انجامشون بدم. خب من اول یه توضیح کلی بدم. ما اومدیم و خواستیم یه بیزینس را بندازیم، یه بیزینس روغن توی یه روستا شروع کردیم به راه انداختن و قرار شد که من این بیزینس رو یه سرانجام برسونم دیگه و یه درآمد ماهانه به من بده. خب حالا چرخش اول خدمتتون عرض کنم. من این وسط عمده فروشم که مجوز خرده فروشی رو هم گرفتم. یه تامین کننده داریم، ببخشید که سر و صدا میاد چون من مغازم لب جاده است. یه لب جاده سراسریه، آره، یعنی ماشین زیاد رد میشه. یه کارخونه داریم که به عاملیت یا نمایندگی مجوز میده و ما باید از اون عاملیت یا نمایندگی خرید کنیم. بعد اون عاملیت یا نمایندگی به عمده فروشا میده، عمده فروشا به خرده فروشا میدن. خرده فروشا میشن همون تعمیرگاه ها و تعویض روغنی ها و اینجور جاها. منطقاً هر منطقه باید مثلا یه عاملیت از شرکت داشته باشه و عمده فروشی داشته باشه. عاملیت ها داخل شهرهای بزرگ بازار رو یه کمی خراب میکنن، یعنی میانو مستقیم میدم به خرده فروشی و خرده فروشی. خب من نمیتونم با عاملیت رقابت کنم، من با نمایندگی که نمیتونم رقابت کنم و اون خرده فروشی میره از اون عاملیت میگیره. خب این وسط عمده فروشی رو حذف میکنه، در صورتی که این کار قانونی نیست، مجوزی هم براش نیست. حتی کار تا جایی پیش میره که عاملیت ها من دیدم، حالا نمیخوام اسم بیارم، بریم مشخصه، خیلی هاشون میرن خرده فروشی هم میکنن، یعنی کار خرده فروشی ها رو هم خراب میکنن. من گفتم اینطوری که نمیشه، پس من مجوز خرده فروشی رو هم رفتم گرفتم، پروانه کسب عمده فروشی رو هم گرفتم، میدونم مالیات بیشتری دارم اینا رو. آره. و در کنارش الان وقتشه برم دنبال عاملیت. واقعیت اینه من سرمایه ثابت دارم. این مغازه، این سوله، این 300-400 متر، این میشه سرمایه ثابت من. یه سرمایه متغیر میخوام که خیلی نیست، کمتر از 1 میلیارده. ما با دلار میشه تقریبا 4-5 هزار دلار، خیلی نمیشه. و وقتی اینا رو مثلا میذاریم کنار هم حساب میکنیم، میبینیم خب آقای عزیز، باید یه سری تسهیلات من به دست بیارم که میشه یه تسهیلات مثلا وام اشتغال زایی. من تو منطقه محروم هستم، تسهیلات بانکی باید بگیرم از طریق اینکه منطقه محروم یا مناطق روستایی هستم. در کنارش باید یه فکری به سرم زده، بذارید باهاتون به اشتراک بذارم. اگر من بتونم تعاونی تشکیل بدم و از صندوق تعاونی میتونم هم مالیات کمتری بگیرم، یعنی مالیات کمتری بهم میدن که بهم تعلق میگیره، و همین که فکر کنم 20-25%، این از مزایای تعاونیه، و همین که میتونم از بانک توسعه تعاون تسهیلات بگیرم و نمایندگی رو از طریق اونا بگم. ببین من مشتری دارم الان، مشکلم مشتری نیست، مشکلم جنس موجودیه، کالاییه که باید تامین بشه و فکر میکنم پس من باید این مسائل رو پیگیری کنم. و برای این هفته من باید به هفته قیمت ها رو بروز کنم. الان تا نیم ساعت پیش، الان تقریبا ساعت 12 داشتم قیمت بروز میکردم و زنگ میزدم به نمایندگی های مختلف و قیمت ها متاسفانه افزایش داشتن. چرا میگم متاسفانه؟ چون ببینید هرچی قیمت داخل مثلا محصولات بیشتر بشه، اصلا فرقی هم نمیکنه چه بازاری بیشتر بشه،
و مثلا بیشتر منظورم این که رشد شارپی باشه، توان خرید مردم میاد پایین. خب وقتی توان خرید مردم بیاد پایین، اصلا مهم نیست تو چه صنفی باشی، یا تو هر صنفی باشی بازار دیگه کمی کسادتر میشه. پس این نیست که مثلا کاسبا دلشون بخواد جنسا گرون بشه، چون اونم باید بعدن گرونتر بخره، از اون طرف کمتر میفروشه، از اون طرف اجناس دیگر رو که برای مایحتاج زندگیش هست اونم باید گرونتر بخره. شرکت بهرانا ببینم میتونم تا چند ماه آینده یا 1 سال آینده نمایندگی ازش بگیرم. سعی میکنم تا موقعی که اینجا کار میکنم بگیرم. نتونم هم دیگه نتونستم دیگه چیکار کنم، ولی حداقل تلاش خودمون رو میکنیم. پس شد الان من 5 تا 6 تا شرکت ایرانی پیدا کنم، این هفته یه بوم کسب و کار بنویسم، 5 تا 6 تا شرکت ایرانی، تعداد مشتری هام رو هم برسونم مثلا به 30 نفر یا 40 نفر. ببینید کار روغن این شکلیه که شما مثلا اگه مشتریاتون اینطوری نیست که مثلا 2 تا جنس ازتون بخره 5 تومن 10 تومن، خب یه دفعه طرف میاد 150 تومن ازت میخره میره. من اگه 30 تا مشتری در ماه داشته باشم 30 تا 100 تومن بخره میشه 3 میلیارد. خب 3 میلیارد سود نیست، چون سود من 5% تا 10% مثلا میشه 150 میلیون که حالا اگه هزینه این سوله و اینا رو هم ازش کم کنیم، من هزینه استهلاک و سوله و سایر مسائل رو حالا به 3 میلیارد رسیدن هم خودش دردسریه. تقریبا میشه مثلا احتمالاً 100 تومن یا 80 90 تومنش سود میافته. از اونجایی که من این کسب و کار رو برای بازنشستگی خانوادم دارم سعی میکنم درست کنم، یعنی برای دوران بازنشستگی خانوادم باشه، حداقل تا الان ایدم اینه که برای دوران بازنشستگی پدرم، چون کمی به نظرم خسته شده از کار کردن کارمندی، دارم درست میکنم. این 80%ش میره توی جیب ایشون. خب اون بنده خدا تا الان چیزی هم نگفته، ولی سرمایه هم از ایشون بوده دیگه. اصلا باید به عدد مثلا تقریبا 3 تا 4 میلیارد تومان در فروش در ماه برسم تا یر به یر بشم تقریبا equal actually. خب همین دیگه برای این هفته کارام اینه. الان هم که قیمت ها رو در آوردم باید یه بوم کسب و کار بنویسم و شماره تلفن های کارخونه ها رو پیدا کنم، تک به تک زنگ بزنم، شرایطشون رو بدونم ببینم چه شکلی هن. بعد لیست تحصیلاتی که میتونم از بانک ها بگیرم رو هم بنویسم. انشالله خورد خورد جلو میریم ببینیم چه نتیجه‌ای میرسیم. ببخشید بابت دیشب که نشد ویدیو ضبط کنیم و اینا، و انشالله موفق باشید. پایان روز سوم، نه آره روز سوم و چهارم با هم ویدیو ضبط کردیم دیگه، امشب ویدیویی نداریم. یه چیز دیگه، من یه دوره هست بهش میگن دوره پول، مال آقای پیام بهرامپوره. من اینو ثبت نام کردم این هفته ببینمش. من ثبت نام نکردم، در از دختر خالم ثبت نام کرد و اون دوره رو ندید. خب گفتم خب حالا که نمیبینی بده به من ببینم. گفت درسای دانشگاه دارم و اینا، ندید. حالا من خودم میبینمش. اگه تا آخر هفته این دورم فکر کنم 30-40 ساعت، اگه اونم بتونم ببینم به نظرم این هفته خوبی خواهد بود. یعنی من به 30 تا مشتری برسم، 30 تا، بعد این دوره 30-40 ساعته رو ببینم و بتونم تقریبا نزدیک، اگه بتونم 200 تومن بفروشم این هفته خوبه. به نظر خودم 200 تومن عدد خوبی اگه بتونم این هفته بفروشم. و تازه یه خبر چند ساعت پیش یه نفر بهم زنگ زد
از این نمایندگی ها گفت که قرار هفته آینده قیمت فلان مارک روغن موتور بره روش، یعنی 10% 15% بره روش. خب این خیلی خبر بدیه، چون مثلا یه مارک دیگه هم بود، مثلا مارک اسپیدی بود 20% افزایش قیمت داد. خب برای من شاید خوب باشه چون من الان دارم اینجا ازشون، ولی بخوام تو اشل بزرگتر نگاه کنم خبر خوبی نیست. شاید اون کارخونه هم مجبور باشه برای هزینه هاشینو بده و انشالله که خیره. انشالله که یه روزی برسه که بتونیم آقا اصلا کلا همه این برندها رو ما صادر کنیم و توی کشورم افزایش قیمتی نداشته باشیم. پس همین دیگه، همین. موفق باشید و هفته خوبی داشته باشید.